بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که بسیار بخشنده و بی نهایت پوزش پذیر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، مادران و خواهران عزیز، الحال در این لحظه که من قرار دارم، به خواهش این برادرانی که نزد من آمدند و خواستند که چند سوال هایی که پیشم بود من برای اینها جواب گویم، از بس که وقت ما فراهم نیست و امکانیت زیاد سوال ها را جواب گفتن نیست، به خاطر اون که آمدگی اینها هم بیهوده نشود، بیفایده نشود و اینها هم دست خالی بر نگردند، زیرا از راه دور آمدند. خواستم یک چند سوال هایی را که در دقیقه های اندک گفتم که برای خاطر وقتی کم بودن من به شما جواب میگردانم. انشاءالله وقتها که اگر فراهم تر شد و وقتها انشاءالله که بر ما دست داد، من برای شما در بیشتری از سوالهاتان جواب میگردانم. الله مهربان بسیار سپاسگزارم که خداوند این لحظه هایی را که بسیار لحظه های پرثواب و لحظه های بسیار قیمت و یک حالت هایی که از دیدار یکدیگر، از سوال ها و جواب های یکدیگر برخوردار می شویم، برای این لحظه ها بسیار الله مهربان سپاسگزارم و از خدای مهربان دعا میکنیم که خداوند باز هم برای این سوال و جواب، برای این پند و نصیحت ها شرایط ها بسیار فراهم شود و از الله مهربان دعاگوی او هستم که بعد شنیدن این پند ها و این مصلحت ها خداوند باز هم محبوبیت ما و شما را به سوی دینش زیاد بگرداند. یک قصه از جناب مولوی جنونی به یادم آمد، میخواستم در آغاز این سوال هایی که من برای شما جواب میگردانم برای شما خوانده دهم و آن چیزی را که حضرت برای ما در داخل این مصرع ها گذاشته است تا از اینها ما و شما پند بگیریم. حضرت میگه چونین نقل است اندر ساعتی روز، جنید اندر ره میرفت با سوز. بناگاه دید آن ملعون شیطان، به مکاری شده چو طفل عریان. جهت در گردنی هر کس سواره، جنید انداخت سوی او نظاره. بگفت ای لعنتی شرمی نداری، که خود را بر سری مردم براری. برادران عزیز، جناب مولوی میفرماید، جنید الله بغدادی میگه شیطان که خودش در هر صورت برادرای عزیز تبدیل داده که میتواند، میگه شیطان خودش به صورت یک کودک گردانده بود و مردم از بس که در گویم طبع ما و شما و در قلب ما و شما که بسیار نوازش کودک وجود دارد، میگه هر کس برداشته و بوسش میکرد و هر کس با موافق خودش همون کودک نوازش میکرد، حالان که این کودک میگه همون شیطان بود. وقتی جنید که میگه بنده بسیار گویم قلبه ها که پاک بود، بنده های با خدا که راست بودن، میگه شناخته شد و طرفش گشت گفت، بگفت ای لعنتی شرمی نداری، که خود را بر سری مردم براری. گفت هیچ شرمت نمی آید، و تو از نزد خدا مردود شدی، ملعون شدی،
مرجوم شدی، با آمده از پشت همی فرزند آدم تو همه قدر قیمت از دست دادی، با آمده در گردن همین بندهای خدا سوار میشه. برادرای عزیز، ابلیس به جنید بغدادی چی جوابی گفت؟ بگفت ابلیس مردم نیست اینها چو گاو و خرچران در روی دنیا، بود مردم همان قومی جگر ریش که رای حق پرستی کرده در پیش، که من دایم جگر خونم ز ایشان، زی زود و طاعت و آن خلق ایشان. برادران عزیز، ابلیس چی جواب گفت؟ گفت جنید اینهایی را که من سوار می شوم اینها را تو مردم نشمار. گفت اینها چو گاو و خرچران در روی دنیا، گفت اینها از زمره مو گاوچرانا و خرچرانا هستند، بود مردم همان قومی جگر ریش که رای حق پرستی کرده در پیش. گفت مردم من اونهایی را میشمارم که مثل تو برین نفرهایی که منو میشناسین، من هر زیلی که خدمت کنم مرا میشناسین. مردم آن کسانی هستند که همیشه اونها قلبهای پاک دارند، اونها زبانهای زیبا دارند، اونها معامله های خوب دارند، اونها الله مهربانشون میشناسند. از خدای مهربان خواهان هستم که خدا ما را از زمره همون مردمانی بگرداند که حقیقتا از نیرنگ ها و از بدبختی های این ملعون این ابلیس ما آگاهی داشته باشیم. ما را خدای مهربان از زمره بندگان بگردان که همیشه پایبند عبادت تو باشیم. در هر یک حاضر و ناظر خدای مهربان همیشه در پیش نظرمان تو را تصور کنی. و الله مهربان گذشتگان ما رحمت و مغفرت کن. خدایا بیماری ها ما شفای کامل ده. خدا ملک و مملکت ما آباد و زیبا بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران عزیز و گرامی، میایم به سر یک چند سوالی که از بس که وقتم گفتم که زیغتر است، تنگتر است، من برای شما بعضی جوابها را یا سوالها را جوابهاش میگردانم. اینجا یک سوال برای من آمده است که بابای حاجی آیا در اسلام یا در شریعت شهیدها چند قسم می شود؟ من برای شما از حدیث امام بخاری می خوانم که شهید چند قسم می شود. با بیان شهدا هست. در بیان شهدا میگذرد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بالطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. میگه حضرت ابو هریره میگه زمان یک مرد میگه از راه میگذشت و یک خاری را که به سر راه افتاده بود میگه دور انداخت و خداوند باز شکرگزاری کرد. میگه الله مهربان در مقابل این کار خیرش این الله مهربان در حال میگه گناهاش بخشید. ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبتون والغریق و صاحب الهدم و الشهید فی سبیل الله. برادر عزیز، بعد از آن میگه پیامبرمون چی گفت؟ گفت که شهدا شهیدها 5 قسم میشن. یکم المطعون. مطعونش برادر عزیز چگونه گفتیم که مطعون همین وبا را میگن، یعنی خوش به حال آن بندگانی که در این بیماری برادر عزیز این دنیا را پدرود گفتن. چگونه که حدیثی که بسیار مشهور و معروفه که از زبان
بسیاری از داملاها شنیدیم الطاعون شهادت لکل مسلم، وبا هر کسی را که از بین برد او به درجه شهادت دنیا را پدرود میگه. یک نوع شهید برادران و خواهران عزیز انمین است که وقتی انسان از همین بیماری میگذرد او درجه شهید میبرد. دو، والمبتون، کسانی که برادران عزیز با گوییم که شکم درد ای دنیا میگذرند، یعنی کسانی که بیماری شکم درد میشوند و با همین بیماری از دنیا میگذرند، اینها هم درجه شهادت میبرند. سه، والغریق، کسانی که در آب غرق میشوند. این غرق شده های در آبم این سیوم نفری هست که درجه شهادت دارد. و صاحب الهدم، یا کسی که زیر یک امارت است، زیر یک دیوار است، زیر هر چیزی که میماند، یعنی در زیر همون هر چیزی که نباشد وقتی باقی میماند و در همونجا جان به حق تسلیم میکند، او هم درجه شهادت میبرد. پنج، و شهید فی سبیل الله، پنجم شهیدی که اونها در راه خدا کشته میشوند. این پنج نوعی هست که برادران و خواهران عزیز که گوییم شهیدها با پنج قسم تقسیم میشوند برای شما گفته گذاشتم. اینجا یک سوال دیگر هم آمده است در باب همین طلا. مقصد آیا همین طلاهایی که در دست زنهای ما یا در دست مردهای ما هستند و گوییم اندازهشون یا حجمشون به چند مقدار برسد که از او ما زکات میتیم. یعنی خواهرای ما، مادرای ما، هر کسی که برادرای عزیز گردنبند دارد، دستبند دارد، گوشوار دارد، غیر همون دندانهایی که مثال در دندانشون هست، یعنی گوشوار و دستبند و دیگر گوییم طلاواری که مادرها و خواهرها دارند از 85 گرم خب تا حتی 90 گرم هم در محمود الفتاوا و دیگر کتاب ها در بابشان بسیار در مسئله وزن ها و در مسئله مقصد چی مقدار بودنشان چند نوع آمده است. لیکن از همین 85 گرم گوییم آغازش بالاش تا 90 گرم، یعنی از 85 گرم طلا اگر کدام شما داشته باشین 2.5 گرم باید که زکاتین می شود که مقصد همون 2.5 گرم با پول بازار میگردانین چه مقداری که شود باید زکاتین. لیکن در خانه اگر ظرف های طلایی داشته باشین، اگر به نیت تجارت باشن، از اونا هم وزن میکنین که اگر به همین وزن رسد شما زکات میتین، که اگر به این وزن نرسد شما زکات نمیتین. یا به مقصد زیباگی خانه باشد، اینجا هم زکات داده نمیشود. دیگر از نقره هم گفتن از طلا 20 مثقال است که برابر به 85 گرم میشود. لیکن از نقره مقصد 200 درم است که برابر به 595 گرم میشود. از 595 گرم نقره 15 گرمش باید زکات داده شود. دیگر در اینجا سوالی کردن که مسئله تهجد مقصد چند رکعت است، حکمش چیست؟ برادرای عزیز و گرامی، من قبلا در گردی نماز تهجد برای شما معلومات دادم که نماز تهجد چگونه که سر و صداهای بلند شد که گویا که پیامبر نازنین من فقط و فقط در رمضان همون 8 رکعت تهجد میخوانده است. دیگر مقصد یگان نماز مثال بغیر همون 8 رکعت تهجد نمیخوانده است. حال آنکه مقصد نمازهای رمضان پیامبر عبارت از 2 نماز بود، هم نماز تراویحش بود هم نماز تهجدش بود که من در برنامه پیشتره کمی بیان کرده بودم. ولی از 2 نماز در یک شب هم که در گوییم که اسنادهای حدیث به حسن و به جید می رود که
در یک شب دو نماز هم بود، یعنی نماز تراویح را میخواندن، با آمده قسم آخری شب در چیکار میکردن؟ نمازهای با تهجد چون هم میخواندن که ایرا حتی در سنن ابو داود هم همون البانیه که گویم حتی بالاتر از همه بزرگا و از همه عالما میدونن، همون حتی اسنادی در یک شب دو نماز خواندن هم صحیح میگد برادر عزیز. زین لحاظ یعنی حتی دعواها بود که پیامبر در رمضان و غیر رمضان از 20 رکعت گویا زیاد نمیخوانده است، از 11 رکعت زیاد نمیخوانده است. حالا که ما از حدیث ها ثابت کردیم که حدیث 1147 امام بخاری اگر به 11 رکعت رفته باشد از حضرت عایشه مادرمان، با حدیث 1170 خودی با همین امام بخاری اینجا با 13 رکعت رفت از خود عایشه مادرمان. با حدیثی که جناب امام بخاری از عبدالله ابن عباس آورد اینجا با 15 رکعت رفت. بین با حدیثی که گویم اسنادش صحیح میگن جناب امام احمد در مستدرکش میارد که از عایشه مادرمان پرسیدن، حضرت از 7 رکعت آغاز کرد که نماز شب پیامبر 7 بود، 9 بود، مقصد 4 تا تهجد میخوان، 3 تا ویتر. ببین 6 تا تهجد میخوان، 3 تا ویتر. 8 تا تهجد میخوان، 3 تا ویتر. آمده تا 13 رفت. از این لحاظ نمازهای شب پیامبر برادر عزیز، ببین حتی وقتی که عایشه مادرمون نگرد 4 رکعت میخوان، از زیباگی نمازش مرا نپرسید. عبدالله ابن عمر که حدیث متفقون علیه است، پیامبر گفت صلات اللیل مثنی مثنی، سر نماز شب 2 رکعت 2 رکعت، اونجا 4 رکعت بود، اینجا 2 رکعت است. برای همین برادرای عزیز اینها را اصلا متخصصا حل میکنن. متخصصای ما ابو حنیفه و متخصصای ما امام مالک و امام شافعی علاقه حل اینها را کردن. ما دیگر احتیاجی به این گویم آوازه و سر و صدا و فلانی شیخ این تا گفت و فلانی دیگری تا گفت، ما دیگر به اینو احتیاج نداریم. ما درک کردیم، ما فهمیدیم، ما خواندیم الحمدلله که نماز تهجد پیامبر از 2 رکعت سر میشه تا 12 رکعت. هر کسی که اگر خواند میتواند 2 رکعت هم خواند، میتواند 4 رکعت هم خواند، میتواند تا 12 رکعت مقصد نماز تهجد رو خواند. بعد او 3 ویتر واجب هم با 15 رکعت انجامش دهد که عیناً کردار پیامبر است. ببینید از جمع این قدر حدیث خدا رحمت کند عزیزای ما را، بزرگای ما را که چقدر محنت‌ها کردن در بین حدیث بسیار میگذارن. اونها که متخصصن، اونها که عالمن، از بینشان جدا کرده میتونن. برای همین هر چیزی را که مقصد امروز اثبات خودش یافته است، حل خودش یافته است، برادرای عزیز دیگر سراتون گرنگ نکنید. دیگر الحمدلله مسئله حل خودش یافتگی است. تمام همون طرزی را که برای شما رسانیدن با ادرس و با راویهاش، شما دیگر توفیق و پایبند عمل شدنتون در کاره. برای همین باز تاکید میکنم هر کسی چیزی را نمیدونین، نمیفهمین، برادرای عزیز از پیش خود هر چی نگوین. ولی ببینید در یک مسئله که مقصد ماها را که سوال ها زیاده، هر سوالی که بر من میشود به این برنامه‌ای که من برای شما دادیستم با تلفن همین روزها اگر مبالغه نشود تا 50 و تا 100 و از او کمتر زیادتر من در سوالهای مردم جواب میگم. انشاءالله سخن من هر کسی که شنود شاید تصدیق کند که منم سوال دادم، جواب سوال ما گرفتم. من سوالی که میشود از هر بابی که باشد خوانده باشم، علمش داشته باشم، جوابش میگم. نداشته باشم همون وصیت حضرت علی که هر کس میدید چی میگفت؟ میگو بچه اگر سوالی را که ندانی بگو نمیدانم. منم اگر ندانم میگم نمیدانم. لیکن از بعضی همین انسان هایی که برادر عزیز، از بعضی همین انسان هایی که فتنه میاندازن، باور کنین قلب هاشون سیاه هست. از بعضی انسان هایی که
даруношонда нафрат доранд. бин ҳамаи аз рӯи бадбинӣ аст. афсӯс ки бародарои азиз фаҳмишон бисёр фаҳмиши лангай. барои ҳамин хотир дар масъалае ки илм надорӣ бародарои азиз ва гиромӣ ҳеҷ гоҳ мақсад баҳсу мунозира накун. ба ҳамун миқдори фаҳмиши худат хоб намедонӣ бипурс. пурсиди ҷавоба гирифтӣ, марҳамат мисол тавфиқ дорӣ амал кардан бигир. аз ин лиҳоз ман масъалаҳои таҳаҷҷуда ҳам барои шумо рӯшан карда гуфта будам. вале намози таҳаҷҷуд бародаро аз 2 ракат оғоз мешавад, болош 12 ракат. ҳукмша инҳо хоб намозҳое ҳастанд ки намозҳои мандуб мегем ё мустаҳаб мегем, хони савоб мегирӣ, нахони гунаҳгорӣ надорад. лекин дар ҳамин ҷо як нуктаро ман гӯем, вале бисёри бародарон мегӯянд ки барои намози таҳаҷҷуда хондан бояд дасти пир бигирӣ. инш бародарои азиз гапи зиёдтӣ аст. ин гапи зиёдтӣ аст ки то дасти пир нагирӣ ту намози таҳаҷҷуд хонда наметавонӣ. агар ту мисол рафтӣ на дасти пир гирифтӣ, пири ту дасти кира гирифта буд? як ҳадиси рӯшани зебои хоб аз пайғамбари нозанин собит ки моро роҳоша нишон дод, вақтша нишон дод, тарсша нишон дод. дигар чӣ ҳоҷате ки ман рафта бо як одами дигар то иҷозат нагирам намози таҳаҷҷуд ман хонда наметавонам. инҳош бародарои азиз гапҳои зиёдатию гапҳои мисол беилмона ҳастанд. лекин инҷа як чиза ман дидам, барои ҳамин ман нависонда гирифтам дар ҳадиси абу довуд ҳадиси 5085 меорад ки мега ҳазрати мега шариқи ҳавзанӣ пеши ҳазрати оишаи модармон омад, гуфт ҳамин пайғамбари нозанин пеш аз оне ки таҳаҷҷуд мехонд чӣ мегуфт? ҳазрати оиша гуфт ки ана шариқи ҳавзанира гуфт ҳазрат гӯяд суоле карди ки то имрӯз ҳамин суола ҳеҷ кас аз ман кардагӣ набуд. баъд ҳазрат таълим дод, касои таҳаҷҷуд мехонен ҳамира дар зеҳнтон бигиред. мега пешаи таҳаҷҷуд 10 бор аллоҳу акбар мегуфт, 10 бор алҳамдулиллоҳ мегуфт, 10 бор субҳаналлоҳи ва биҳамди мегуфт, 10 бор субҳанал маликул қуддус мегуфт, 10 бор астағфируллоҳ мегуфт, 10 бор ла илоҳаиллаллоҳ мегуфт, 10 бори дигар аллоҳумма инни аъузу бика мин зиқи дунё ва зиқи явмил қиёма. ана меёра мегуфту. баъд аз амин бародарои азиз ва гиромӣ пайғамбармон намози таҳаҷҷудча мехонд. анамин тариқи дурусти таҳаҷҷуд бародарову хоҳарои азиз ҳамин аст. инҷа як суоли дига омадааст ки агар занак ҳомиладор бошад, шавҳараш ӯро талоқш кунад, баъдан ҳамин зан вақте таваллуд мекунад, таваллуд мешавад бача, оё мегӯянд ки ҳамин бача таваллуд шид талоқа мебарад, яъне талоқ айбайн мебарад, ҳамин ҳақиқат дорад? На, ин ҳақиқат надорад. хоб бача мекунад, хоб духтар мекунад, хоб ду бача мекунад, ҳар чӣ кунад накунад, талоқ дар ҷои худаш боқӣ истодагӣ аст. ба таваллуди ӯ дар талоқ ягон тағйироте хоҳарои азиз ворид намешавад. худои меҳрубон имонотона комил кунад, хотимотона ба хайр кунад. аз басе ки гуфтам вақтҳо бисёр танг буду, ин бародар ки роҳи дур омаду аз мо хоҳиш кард ки хоҳад яқал 1-3-4 савола ман ҷавоб гардонам, ман барои шумо инҳоро ҷавоб гуфтам. худо хоҳад як вақти фароҳамтар меёвам, бештари саволҳои шуморо ҷавоб мегардонам. иҳдина сирота мустақим сирота аллазина анъамта алайҳим ғайри лмағзуби алайҳим валаддолин. амин. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.